خانم یه سوالی برام پیش اومده، مثلا اگه من این ماشین رو بخرم، خب لباس چی باید باش بپوشم که مناسب بوگاتی باشه؟ تاپ بپوش، اصلا این لباس نمیخواد. من شنیدم حدود 300 میلیارد تومان قیمتشه، نه؟ بله درسته. 300 میلیارد چند تا نقطه داره به نظرت؟ خیلی نقطه داره، فقط اونا نقطه نیستن، فکر می‌کنم صفر هستن. ببین من میخوام فیلم بگیرم، خب در مورد این خرید بوگاتی مثلا فالیوران به من گفتن که اوکیه تو میتونی بخری، فقط نمیدونم چی بپوشم. بعد ببین یه سوالی دارم، مثلا الان این ماشین 2 نفره است، خب مثلا من خیلی دوست دارم با تو مثلا این ماشین رو سوار بشم، نظر خودت چیه؟ مثلا به نظر تو ما به نتیجه میرسیم بالاخره بعد از این مدت‌های بوگاتی بخریم سوار شیم با تو؟ بچه‌ها شما نظرتون رو بنویسید ببینیم که آیا مثلا بوگاتی با خانم محترم با من ست میشه یا نمیشه و چی بپوشیم. حالا اگه نظرتون رو به من گفتید که چی بپوشیم، من خوشحال میشم نظر شما رو بشنوم. دستت هم درد نکنه. من فقط نمیدونم باید چی بپوشم. اینو بخر، من برای تو 120,000 بوس به تو، دستت درد نکنه. ست کامل همین من فیلم گرفتم برای فالیورای محترمم، یه ماشین 300 میلیاردی بهشون نشون بدم حال کنن. قربونت، خداحافظ، دست درد نکنه.